بامداد را با طهارت سحر خوانی تا پیشین یا عصر حاجت خانه نرای، میتونی دست روی کنی و بخوانی. یا با طهارت شب خواب کنی، سحر حاجت خانه نرای، با دست روی میتونی که نماز خوانی. میتونی شما اگر مثال ساعتی 10 شب خواب کردی، نماز خواندی و خواب کردی، سحر میخیزی حاجت خانه نمیرای، میتونی که راست رفته دست رو گفته برادرها فقط بین پاره نمیشوی، یعنی مستحب نمیکنی، دیگر همه عضوهات میشوی، یعنی روی میشوین، دستاتون میشوین، پاتون میشوین، فقط بگه مستحب نمیکنین، استنجا نمیکنین. وقتی که سحر از خواب خیستی و شما اگر حاجت خانه نرفتین، میتونه که با هم طهارت دست رو، یعنی دست و روی گفتن مردم فکر کرده که فقط همین دست روی میدراید، پا هم میدراید. اگر پا را نشوی و نماز خوانی نماز درست نمیشه، زیرا شستن پای فرضه. فقط مستحب نمیکنی، یعنی استنجا، یعنی بین پاتا نمیشوی. این یک مسئلهش. مسئله دیگری که اگر شما طهارت سحر باشد، اگر شما به شرطی که طهارتتون مثال یا سلامتیتون هم خوب یایی که تا پیشین هم مقصد شما را رفتن حاجت خانه ضرورت پیدا نمیکنه، تا عصر هم که حتی ضرورت پیدا نکنه، میتونین که شما با همون طهارت نماز خوانید. لیکن پیامبر گفته در دو حالت نماز درست نمیشود. یکی حالتی که وقتی نماز هست و تو گرسنه ای، میگه اول شکم تا سیر کن بعد نماز تا بخوان، زیرا این که در درون نماز همیشه یاد گوشی تو برای خوردنت هست، تو از ثواب نماز محروم میشه. دویم وقتی که طهارت تنگی میکنه، یعنی ضرورتی به حاجت خانه هست و خشت نمیته که طهارت کنی، انمی حالت دم که نماز بخوانی نماز ثواب نداره. برای همین وقتی ضرورت نباشه آزاد میتونه که شما مقصد با همون طهارت سحری اگر تا خفتنه که قوت و توانایی و سلامتیت باشه، و بعضی آدمی هست که کم خوراکه، بعضی آدمی هست که مثال نوشابه را کم می نوشه، اینها میتونن که طهارتشون مقصد تا خفتن هم نگه بدارن. برای همین هیچی باکی نداره، با همون هم میتونی که شما تا شب نماز خوانید. یکی ضرورت پیدا شوه و خشد نته، اینجا نماز درست نمیشه. یا اینکه با طهارت شب برادرای عزیز شما سحر خیستین و قضای حاجت نرفتین و راست مقصد دست رو تونه و یعنی طهارت دست رو کردین و آمده نماز خوانین، درست میشود. این بسیاری مردم ما میگه چخیل مثال ای شب تا روزی خواب کرده. بله برادر، الاستنجا من کل حدث غیر نوم و ریح، میگه استنجا را میگه همه وقت بین پاهاتون بشوین، مگر در صورتی که وقتی که اگر شما بادتان میبراید، یعنی بادت که برآمد ضرورت نداره که بین پا را بشوی. ببین، یا اینکه میگه ای خواب میخیزین، طهارت داشتی و خوابت برد، خواب طهارت هم میشکنه لیکن استنجا را نمیشکنه. استنجا در جای خودش باقیه، دست رو بکن برای نماز خواندن بگیر.